درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 13 می. در شهر دوشنبه محاکمه دو جوان ادامه کرد که به نصب پرچم گروه دولت اسلامی در یکی از پل‌های پایتخت متهم می‌شوند. دادستان روز 12 می ضمن محاکمه پشت درهای بسته از دادرس خواست دوران قربانوی 21 ساله را به 6 سال زندان و قدرت نصراللهوی نابالغ را برای پرچم‌آویزی به 4 سال زندان محکوم کند. با گفته مفتشان این دو جوان آخر سال گذشته در پل بالای نهر حصار در محله 103 شهر دوشنبه یک پرچم سیاه مانند و پرچم دولت اسلامی را آویختند، اما نزدیکانشان میگویند که این دو جوان گناه نکردند. این بیرق کی زد؟ بیرق خودشو زدن در کله نابالغ زدن. یک جا میگنجه بچه من پای زندگی بود، کار کنم فرما کنم اوچه زندگی ما یا در حوالی تن 4 اویلاییم. همون پای زندگی من پای خونه میلاد نیست فرزندوی من. در تاجیکستان تا کنون چندین نفر را برای آویختن پرچم گروه دولت اسلامی در مکانهای جمعیتی به زندان محکوم کردند. رئیس وکیل محترم، من سلام می‌کنم که حقوق و آزادی‌های کودکان حمایت نمودم. کودک‌های جوان همچون وکالت‌دار کودک گذاشته شده در اساس کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری تاجیکستان با وجدانانه و صادقانه رجب ماه بحرالدین و امروز در جلسه پارلمان به حیث وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان قسم یاد کرد و گفت میکوشد تا حق و حقوق نسل خردسال در کشور به طور مناسب رعایت شود. رجب ماه بحرالدین و در گذشته متخصص سابقه دار دستگاه ریاستی جمهوری بود. حکومت تاجیکستان سال گذشته گفت که دفتر وکالتدار حقوق کودک تأسیس می‌دهد. در کشور که کار کودک و زورآوری به آنها یک امر معمولی است، با وجود آنکه بدرفتاری و زورآوری با کودکان در تاجیکستان بر اساس قانون ممنوع است. اول همین ماه شورای حقوق بشر سازمان ملل از تاجیکستان خواست جزای خودسرانه به کودکان را ممنوع کند و برای مراعات حقوقشان چاره‌های علاوه‌ای بیاندیشد. صبح روز جمعه هزاران نفر از جوانان در شهر خوجند به نشان پشتیبانی از رایپرسی اصلاح و تغییر قانون اساسی و یا کنستیتوسیا راهپیمایی کردند. در راهپیمایی بیشتر از 10,000 جوانان و عمدتاً دانشجویان مرکز ولایت سوخت شرکت داشتند. برخی از آنها در دست پرچم تاجیکستان و شعار و نوشته ها با حمایت از تغییر و علاوه ها به قانون اساسی را می بردند و از همسالانشان دعوت می کردند که در رایپرسی روز 22 می شرکت کنند. آواز ما حق کننده می باشد. ما با همین راهپیمایی کرده شدیم که ما طرفداری که در کنستیتوسیا و علاوه‌ای در آوردن ما طرفدار هستیم. برای خودم برای جناب عالی ما حتما با 22 می سال 2016 برای رایپرسی عمومی خلقی اشتراک می‌نماییم. راهپیمایی با تشبث مقامات محلی صورت گرفت. در تاجیکستان روز 22 می رایپرسی درباره تغییر و اصلاحات به قانون اساسی برگزار می شود و در صورت قبول اصلاحات رئیس جمهور امامعلی رحمان حق پیدا می کند به طور نامحدود نامزدیش را به مقام پرزیدنت پیشبری نماید. منتقدان دولت می گویند ضرورت به تغییر قانون اساسی وجود ندارد. در دوشنبه شام 12 می روز 6 مقام را با برگزاری کنسرت ها و محفل های 6 مقام خوانی تسجیل کردند. از جمله در یک تالار باغ ایران در مرکز پایتخت تاجیکستان مقام خوانان ورزیده کنسرت با شکوه برگزار کردند. در کشور سر سال 2000 هر سال روز 6 مقام را تسجیل می کنند و به گفته هنرمندان این اقدام توجه جوانان به 6 مقام را افزایش داده است. امروز شما شاهدی آن بودید که بهترین جوانانی که این هنر رو برداشت دارند و خطکرده های هنرستان های عالی و یا دانشجویان هنرستان های عالی هستند در اینجا هنرنمایی کردند و ترانه های بهترینی که از جانب آموزگاران به تدریس فرا گرفته بودند اینجا هنرنمایی کردند و از جانب دوستداران هنر تماشاگران خوب پذیرایی. مقامات تاجیکستان میگویند برنامه رشد صنعت 6 مقام را آماده کردند و قرار است سال 2018 برای رشد و بزرگداشتیان یک کنفرانس بین المللی برگزار شود.
و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.